امروز میخوام اطراف یک موضوع حرف زنم که همه وقت میگن که دخترها پول پرستن، دخترها پول چیز دوست میدارن. در زندگی هر یک پسر یک دختری بود که نوابسته به تمامی سختی هاش، نوابسته به تمامی کمبودی هاش میخواست که در زندگیش باشه و در کنارش زندگی کنه. ولی اینکه خودتون دوستش نداشتین، اینکه خودتون انتخابش نکردین، در اینجا گناه یک دختر نیست. اون دختری که شما انتخابش میکنین و از شما پول طلب میکند، از شما خونه و دیگر چیزا طلب میکند، همون دختر در زندگیش یک مردی را دارد که میخواهد به هیچی در کنارش زندگی کند، هیچی نداشته باشد مگر میخواهد که در کنارش زندگی کند. یعنی شما نه اون زنی را انتخاب کردین که دوستون میداره. اگر زن دوست بداره به همه چی قادره. یک زن در مقابل یک عشقی که در دلش داره به تمام دنیا می جنگه، حتی به خانوادهش، حتی به ناموسش، حتی به تمامی داشته هاش. از این رو کی را انتخاب میکنین؟ از این رو یک دختری که در زندگی از شما چیزی خواست و شما را به کمبودی هاتون قبول نکرد، شما در انتخاب خطا کردین.